پرسیدم، اما به خاطر اینکه از تو میترسه نتونست جواب بده. یعنی چی میتونی از آیدا پرسیده باشی که به من مربوطه؟ اینکه کی میتونه مرخصی بگیره. واقعا سوال سختیه. دارم یه نقشه مسافرت سورپرایز میکشم، گرچه نمیدونم سورپرایز دوست داره یا نه. اونو وقتی راه افتادیم میبینیم. اونو نمیدونم، اما واسه من که سورپرایز شد. یکم دیگه باید صبر کنی الی. الان شرکت یکم به هم ریخته است، اما زمانی که اوضاع آروم شد اولین مرخصی رو به آیدا میدم. خیلی مردی دمیر، ممنون. اینو گاهی وقتا به اونا هم گوش زد کن. خسته نباشی. پاتو نذار اونجا. ببین اونجا رو تمیز کردم، کفشاتو در بیار بذارشون تو کمد. لروکس به نظرت برای تمیزکاری یکم دیر نیست؟ ای بابا تو هم تو همه چی دخالت میکنی ها، حداقل تو این یکی نکن. در ضمن اگه شکایتی داری با این حرف بزن. میشه اینو بکشی کنار؟ این دیوونه ها رفتار میکنی. آره تو هم یه جوری رفتار میکنی انگار تو این خونه زندگی نمیکنی. وقتی میخواستی اتاقمو تصاحب کنی خونه مال تو بود، اما وقت تمیزکاری اگه مشکلت اینه مجبور نیستی تمیز کنی. به شرکت زنگ میزنم فردا صبح میان خونه رو تمیز کنن. آره حتما، تا اونا هم بیان از خونه دزدی کنن. البته تا 3 نشه بازی نشه. اول کلیدسازا، بعد قطعی برق، سومی هم دیگه خدا به خیرش کنه. ببین تو میدونی چی کار کن؟ تو هتل برو بمون، اینجوری از خدمات هتل هم بهره میبری. اون آب میوه‌ی سبزت هم میارن اتاقت. مسائلم که نمیخوای، یه زندگی سبک. تو مشکل احساسی چیزی داری؟ آره دیشب به خاطر احساس مقصر بودن تو بالکن خوابیدی. امروز یه چیزی شده و برای اینکه فراموشش کنی داری مثل دیوونه‌ها کار میکنی. چی شده؟ مشکل چیه؟ میدونی مشکل چیه؟ اون اتاق میخواد چی بشه؟ همینجوری نصف نیمه است. موضوع اتاق نیست. ببین اگه موضوعیه که بعداً قراره رو سر من خراب بشه از الان بگو. آخه ممنون که بهم توجه میکنی. میدونی امشب چی کار کنیم؟ بشینیم به هم دیگه رازامونو بگیم. یعنی دیگه هیچ رازی بینمون نمونه. بعدش بشینیم موهای هم دیگه رو ببافیم. ها؟ هر کاری میخوای بکن، اما ساکت باش. خیلی خستم. میرم دراز بکشم و کتاب بخونم. یه لحظه وایسا. میخوام برم الان بالا رو جارو کنم. اجازه میدم فعلا اینجا بشینی. برو کنار ببینم، پاتم رو زمین نذار. اجازه میده. ابراهیم ببخشید، تو رو هم خسته کردم. ول کن، خودم بقیه‌شو انجام میدم. خسته نشدم، دارم با لذت کار میکنم. اما آیدا تو چجوری میخوای اینجا رو تنهایی بچرخونی؟ نمیدونم. یعنی اگه بدونم داداش روزایی کی برمیگرده اون وقت نسبت به اون آدمای دیگه استخدام میکنم. اما میتونیم این کارو بکنیم. من یه شب در هفته تو کلینیک شیفت میمونم، بقیه شبا رو میتونم بیام اینجا. یعنی اگه تو برای یه روز یکی رو پیدا کنی تو کافیه. میخوای خسته و کوفته بیای اینجا کار کنی؟ نه عزیزم، نه، همچین چیزی نمیشه. نه. خب معلومه که تو هر شب اینجایی. خب جای بهتری برای گذروندن وقت به ذهنم نمیرسه. ببخشید یه لحظه میتونین بیاین؟ البته. تو وایسا، من حلش میکنم. بفرمایید. ممنونم. نوشه جان. دمیر خان رفت. بیا هری، خیلی وقت رفته. خود چند ساعتی دارم تو خیابون الکی میچرخم تا قیافه‌شو نبینم. خب تعریف کن، گوش میدم. چی؟ آیدا وقتی چشتو اینجوری باز میکنی یا جوری رفتار میکنی که انگار چیزی نمیدونی و میگی چی، وای من عاشق این قیافت میشم. مروه مزخرف نگو، همچین چیزی نیست. در ضمن یه وقت میشنوه سوء تفاهم میشه. ای خدا، اما شما همیشه با هم دیگه این، یا تو دامپزشکی هستی یا اون اینجاست. من برای اینکه به لروکس کمک کنم، یعنی برای حرف زدن در مورد پروژه اون شب رفتم دامپزشکی. تو گفتی صبح رفتی وسایل رو ازش گرفتی دختر. ببینم این کار ادامه هم داره. باشه خیلی خوب شد. باشه ساکتی، چی نگو. امشب یا خونمون تو خونه با هم دیگه حرف میزنیم. خب باشه.
یه قهوه و یه تیکه قرابیه. باشه. لروکس، لروکس، منتظر کسی بودی؟ دوبله شده در استودیو جم. آلارا، سورپرایز. خونه رو چجوری پیدا زنگ کردی؟ زدم جواب ندادی. منم مجبور شدم از روش‌های خودم استفاده کنم. مثلا چجور روشایی؟ تو اینترنت یکم گشتم، یکی از دوستات ودات بوتنیک رو پیدا کردم. رفتم از اون آدرس رو گرفتم. واقعا؟ وداد. یعنی آدرسمو رو به هر کسی که بخواد میده؟ به هر کی که بخواد. من یکم زود قانع میکنم. خب تا اینجا اومدم، نمیخوای یه قهوه مهمونم کنی؟ از تو یه قهوه خیلی خوبی میاد. راستش الان خونه یکم نامرتب. منم آمادم، اگه میخوای بریم بیا. نترس، برای اولین بار وارد خونه مجردی نمیشم. برای کسی که تازه از ژاپن اومده خونه خیلی چیدمان خوبی داره. آره، راستش اینجا خونه دوستم بود. من اینجا رو با وسایلش خریدم. هنوز نتونستم دیزاین خودم رو توش پیدا کنم. اون صدای چی؟ بالا دارن نظافت میکنن. مگه اینا صبح زود نمیان و زودم نمیرن؟ نه، من صبح یادم رفته بود کلید رو بذارم. بفرما بریم بار کن. من قهوه رو آماده کنم بیارم. باشه. لروکس، لروکس، لروکس. چی میگی؟ نمیشنوم. چیه؟ داری چی کار میکنی؟ آلارا اینجاست. آلارای تو شرکت؟ آره. دختر یلدریم خوش اینجا چی کار میکنه؟ من چه میدونم؟ نشد دیگه. مگه قرار نشد زندگی خصوصیمونو نیاریم لروکس خونه؟ زندگی خصوصی نیست. آدرس رو پیدا کرده اومده. یهویی واقعا که معلوم نیست چه رابطه‌ای با هم داریم. به نظرم این مناسبت اصلا. بذار من باهاش حرف بزنم. نه لروکس، ببین خواهش میکنم بهم کمک کن. گفتم بالا دارن نظافت میکنن. من؟ تا وقتی آلارا بره این اطراف نگرد. خواهش میکنم. نه بابا، اگه خانم محترم اینقدر اذیت میشن خب بریم بیرون هم دیگه رو ببینیم. نمیتونم تو خونه خودم اون مخفی دختر بشم. مشتریم، اونم بزرگترین مشتریم. در ضمن خودش هم مشتریم. ببین این موقعیت خیلی بدیه که من با کارمندم توی خونه زندگی میکنم. نمیتونم اینو بهش توضیح بدم. لطفا بهم کمک کن. اصلا لازم نیست چیزی رو بهش توضیح بدی. ممنوعیت رابطه تو شرکت به اون ربطی نداره. در ضمن ما هم با هم رابطه ای نداریم. یعنی شرایطی نیست که به اون ربطی داشته باشه. نگران نباش و خیالت هم راحت باشه. جمیر، لروکس خواهش میکنم لطفا بهم کمک کن. ببین فقط یه خواهشی ازت دارم، فقط یه چیز. این برای من خیلی مهمه. خواهش میکنم لروکس، خواهش میکنم. باشه زود ردش کن بریم. جمیر، بالایی. چی کار میکنی؟ جمیر، صدا زدم جواب ندادی. میخواستم بپرسم میتونم از دستشویی استفاده کنم؟ به خاطر صدای جارو برقی نشوندم. اونجاست، بیا. من میتونم چیکارت کنم؟ میکشم. برو تو لروکس. حالا میبینی تو رو میکشم. میکنم لطفا. برو تو.
آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ هیچی. چی کار کنم؟ پیگیر کارا هستم. تو چی کار میکنی؟ اینقدر سریع خبر پخش شد؟ نه، معلومه که با بابام آشتی نکردم. بهتر بگیم باعث میشم ثروتشو تو کارهای خیر استفاده کنه. دمیر شت. دمیر بیا. تو اونجا چی کار میکنی؟ اومده تو اتاق. نه بابا، یه کاری بکن. داره من میاد. از اینجا چی کار کنم؟ بفرما. داره میاد تو بالکن. قایم شو. نمیخواستم اما قانع شدم. راستش الان بدجوری قانع شدم. بعدن میگم کی قانعم کرد و چجوری قانعم کرد. راستش نمیدونم. لیروکس اونجا داری چی کار میکنی؟ دستم داره لیز میخوره. اوی دستم. آره یکم شرایط عجیبی بود اما منم خیلی سر در نمیارم. در ضمن چون این اواخر همه چی واسم عجیب بوده خیلی هم از این شرایط تعجب نکردم. میخوام همه چی برای یه بارم که شده نرمال بشه. بگذاریم من الان خیلی کار دارم. بعدن بهت زنگ میزنم. باشه میبینمت. لیروکس داره میاد بپر میگیرمت. قول میدی؟ لیروکس اینجا هم قسم بخورم. آی عضلات دستم گرفته نمیتونم ول کنم. زخرف نگو ول کن ببینم ول کن. رفتی تلفنم زنگ خورد یکم معطل شدی. ببینم چی شد. چیزی نیست. وایسا عضلم گرفته. بعضی وقتا اینجوری میشه. حالت خوبه؟ خوبم. نگران نباش. بذار من برات قهوه بریزم. ممنونم. نمیدونستم تو همچین آدمی هستی. چجور آدمی؟ مثلا بز داری. نه اون مال من نیست. اون بز خونه است. یکم کارا رو به راه بشه از اینجا میره. اینجا قشنگه. توش یه آرامشی داره. اینجا رسما زندگی جریان داره. همینطوره. معلومه دستی زنم تو کاره. خب اون زن الان کجاست؟ الان خارج از کشوره. همونطوری که گفتم من خونه رو با وسایلش خریدم. حتما برای یه مدت کوتاهی رفته. یعنی با توجه به اینکه وسایل آرایشی و شخصیش هنوز اینجا مونده. ما بقیه وسایلش رو بعداً جمع میکنم. یکم عجله شد برای همین زود رفت. راستش من یه قسمتیش رو جمع کردم اما نوبت به اونا نرسید. اگه کمک لازم داشتی خبر بده. میشه گفت من تو موضوع جمع کردن وسایل و نظم دادن بهشون حرفه‌ایم. اصلا فکر کردی که تو زمینه معماری کاری انجام بدی؟ دمیر خان داریم بهم پیشنهاد کار میدی؟ اما باید از دستیار بودن شروع کنیم. آهان حالا که گفتی دستیار، میگن برای سرعت دادن به کارامون دستیارا رو بذاریم کنار و خودمون با هم دیگه کار کنیم. خب داریم همین کارو میکنیم. دستیاری این وسط نیست. لیروکس خانم مدیر پروژه است. باید با هم کار کنیم. فهمیدم. مشکلی هست؟ نه مشکلی نیست. برعکس خیلی خلاقه و آدم بانمکیه. ایده‌های متفاوتی داره. اما راستش از ایده‌هایی که امروز تو جلسه ارائه داد زیاد خوشم نیومد. و وقتی که گفتم ایده هامون یکی نیست یکم ناراحت شد. یه دفعه اخماش رفت تو هم. رفتارش تغییر کرد. عجب آدمیه. فکر کردم اگه اینا رو از من نه از تو بشنوه خیلی بهتره. فکر نمی کنم نیازی به این باشه. لیروکس خانم کاملا حرفه‌ای هستن. هر کاری لازم باشه انجام میده. مطمئنم انجام میده. شایدم به خاطر روش منه. البته موقع حرف زدن توجه کردم اما اینو به عنوان یه نیروی جنگی تلقی میکنه. دروغگو. همه رو ول کنی بیا اینجا ادای مظلوما رو در بیاری. دمیر این پروژه آرزوی منه. من نمیخوام به خاطر یه رقابت زنانه اونو از دستش بدم. همچین چیزی نمیشه. نگران نباش. البته نمیدونم چرا اینطوری فکر کرد. یعنی لیروکس بخوادم نمیتونه رقیب من بشه. چون که ما توی یه گروه هستیم مگه نه؟ دقیقاً کاملا درسته. خیلی قدردان اون هستم. این یه موضوع جداست. با چنگ و دندون تا اینجا اومده. البته خیلی نرماله که همچین کلکای پیش پا افتاده یا بلد بشه. اون چی بود؟ چیز خدمتکاره است. یکم دست به شلفتیه. احتمالاً از دستش در رفته.
کار نظافت کی تموم میشه؟ راستش تازه شروع کرده. خیلی طول میکشه. باش، پس این کارو بکنیم. بریم خونه من. بذار خدمت کنم با خیال راحت کارشو انجام بده. اول با هم غذا میخوریم، بعدش رو پروژه کار میکنیم. اگه بخوای میتونی شب خونه من بمونی. عجبا، این داره خیلی تابلو میگه بیا بریم خونه. بهتر من نیام. یعنی نمیخوام چیزای بیشتر بیفته و بشکنه. امروز رو با هم یه گلدون تمومش کنیم بریم. باش، پس من برم. سر کار میبینمت. باشه، من بعد رقم میکنم. نه، از این طرف. سکیز چی کار میکنی آخه؟ پرروح، بیادب، لوس. داری چی کار میکنی لروکس؟ دارم چی کار میکنم؟ یه دفعه گلدون رو مینداختی رو سرمون دیگه. مگه دیوونه شدی؟ اومدم موهاشو از سرش بکنم. با تجربت از این کلکا بایدم بزنه. آخه دختری لوس تو عمرش تا حالا کار کرده؟ اگه بخواد راجع به زنای شاغل حرف بزنه حقش همینه. ببین حرفایی که زد قشنگ نبود، قبول دارم. اما طوری رفتار نکردی که انگار فهمیدی. حالا که نمیذاری با هم روبرو بشیم باید یه چیزی میگفتی و حقشو میذاشتی کف دستش. من بابای اون نیستم، اون مشتری ماست. وظیفه ما این نیست که مشتریامون ادب کنیم. کافیه دیگه لروک، سردرد گرفتم. میرم دوش بگیرم. اگه میخوای این قضیه رو کشش بدی بعداً حرف بزنیم. آدم روی موتور یادش میره نفس بکشه، انگار داری پرواز میکنی. اصلا خیلی خوبه. نه بابا، تو هم وقتی اون همه ترسیدی نتونستی تحمل کنی و ابراهیمو بغل کردی مگه نه؟ خب چی کار میکردم مروه؟ میافتادم سرم میشکست؟ نشکنه آبجی جونم، نه سرت بشکنه نه دل عزیزت. میدونی وقتی دیدمش از هیجان زیاد پاهام سست شده بود. یه فکر خیلی خوب دارم، جفت بریم بیرون ها؟ منظورت از جفت چیه مروه جون؟ چی شده؟ با بورا آشتی کردی؟ خب نمیشه گفت آشتی نکردیم، اما یه چیزایی بینمون هست. بالاخره عشق پیروز شد. میدونستم عشق قهرمان شد. ای قربونت برم. ای دوست عزیزم. آیدا ولم کن، میخوام یه چیزی بهت بگم. من باید یه چیزی بهت اعتراف کنم. بگو عزیزم. یادت اون روز ما رفتیم بیمارستان؟ خب نرفتیم بیمارستان آیدا، واسه اینکه بریم سینما بهتون دروغ گفتیم. مروه شوخی میکنی؟ اون روز ما از ترس داشتیم زهر ترک میشدیم. میدونم، اما وقتی برو اونجوری گفت خب منم نتونستم جمعش کنم. ببخشید. تو به خاطر همون حالت بد شده ره؟ چون عذاب وجدان گرفتی. اما قول بده به کسی نگی ها، لروکس هم نفهمه، چون خیلی خجالت میکشه. حتی نگم آشتی کردیم؟ به وقتش خودم بهش میگم، هنوز هیچی مشخص نیست. مگه میشه نباشه؟ خیلی خوشحال شدم. بیا منم بوست کنم، بیا. که میگی جفت آها. دمیر، هنوز دوش نگرفتی؟ دمیر زود باش بیا بیرون دیگه. دمیر. چی میخوای؟ اگه بشه میخواستم آب تمیز بردارم. میشه اینا به کثیفم بریزی بره؟ به خدا خیلی خوب میشه. 5 دقیقه دیگه میام بیرون، منتظر نوبتت باش.
این دیگه کیه؟ وایسا فیلم تو بگیرم، اون وقت میفهمی. بوراک لروکس اینجا چی کار میکنی؟ لروکس من خیلی ازت الان معذرت به ذهنت رسید؟ صبح کم مونده بود ما رو به کشتن بدی، بعدش هم که واسه من قیافه گرفتی. مگه من بهت نگفتم خودتو جمع و جور کن؟ الان که بدتر شد اومدی. آره برای همین معذرت میخوام. بوراک جون، این وقت شب معذرت خواهی قبول نمی کنم. حالت که خوب شد یا باشه؟ لروکس گوش بده، خواستم بهت بگم، یعنی یه حرفایی هست که باید بهت بگم، باید حرف بزنی. باشه بوراک جان، فردا تو شرکت حرف میزنیم. الان دیگه بهتره بری. من نمیخواستم همچی کاری باهات بکنم. من خیلی پشیمونم، قبول اشتباه کردم اما سعی کردم. تو شبیه بقیه نیستی، پاکی، ساده‌ای، خوبی، خیلی خوبی. بوراک ای بابا. لروکس باید میدیدمت، نمیتونستم بیشتر از این منتظر بمونم. بوراک جون من درکت میکنم، اما الان اصلا زمان مناسبی نیست. باشه زود باش، برو دیگه. خواهش میکنم لروکس، خواهش میکنم. بوراک ببین الان دوتاییمون میافتیم. بیا بشین اینجا، بشین. تو اینجا بشین، من الان برات قهوه درست میکنم میام. خب باشه. اوی بوراک. دوبله شده در استودیو جیم. این اینجا چی کار میکنه؟ من از کجا بدونم؟ اومدم پایین دیدم اونجا نشسته. ارادت من. ممنون پسرم. اما تو کی هستی؟ لروکس کجاست؟ نکنه برای سر دخترم اومده؟ نه چیزیش نشده، ما نشستیم توی خونه، دیدم شما زنگ زدین، کنجکاو شدم جواب دادم. ببین من از صبح ننشستم، کل روزو با کارهای مسخره سر و کله زدم، حتی یه قهوه هم نخوردم. بهم گیر نده وگرنه داد میزنم. باشه بهت کلی پیشنهاد میده، رسما بهت چک سفید امضا میده، بعدش همینطوری نخوشو سمتت پرتاب میکنه. به عنوان مشتری باید بیای، یکی از مشتریای سرسخت آرتمین میشی. شما با کی کار داشتین؟ دمیر کیه؟ لروکس. مامان. بابا